سلام و درود دوستان، وقتتون بخیر. مهدی هستم با یک آموزش دیگه. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که اکانتتون رو روی جیمیلتون وصل کنید. وصل کردن اکانت روی جیمیل خیلی خوبه. یعنی باعث میشه که اگه اکانتتون مثلا توسط یک کسی دزدیده شد یا اینکه تبر خوردید اکانتتون برگرده، یا اینکه گوشیتون رو عوض کردین با همون جیمیل اکانتتون برمیگرده، یا هر اتفاق دیگه ای که با جیمیلتون میتونید اکانتتون رو برگردید. حالا چجوری اکانتمون رو روی جیمیلمون بزنیم؟ اولا اینجا روی گزینه تنظیمات کلیک میکنیم، بعد این پایین گزینه ادوانس اینجا رو کلیک میکنیم. اولین گزینه توی بخش ادوانس ساین این ویت گوگل، یعنی وصل کردن اکانت روی جیمیل. الان ببینید اکانت من وصله روی جیمیل. من الان از روی جیمیل برداشتم اکانتمو، الان برداشته شد. دوباره میخوام وصل کنم، دوباره همینو میزنم، جیمیل هم میاد. هر کدوم از جیمیل رو انتخاب کنم اکانتم روی جیمیل وصل میشه. این از این. خب دوستان، این بود آموزش این ویدیومون. بعد خیلی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید.